در دست مردم بتین. نیت ما چی بود؟ نیت ما فقط استعفای رژیم امروزه را ما طلب کردیم به یگان قطره خون. شما الله شاهده ما در همه جا برآمدیم گفتیم به قطره خون شما میتونید این را دریافت کنید، ثبتا را دریافت کنید، ببینید، تماشا کنید. ما روشاد آزاد گپ میزدیم به قطره خون برطرف شین، حکومت در دست مردم بتین. نیک چیکار کردن؟ بعضی ما چیکار کردن؟ اینا فرزنداش زهرالود کردن، قتل کردن. خون میخواهید. اگر تروریست مون اعلان میکنید، اکستریمیست پروا نداره. من تروریستم، من اکستریمیستم، خونتون میخوره و خون جواب میگین. تکبیر! الله اکبر! الله اکبر! الله اکبر! شما را قتل کردین. شما را قتل کردین. این 1000 پاراشی. 1000 پاراشی پروی موی. انا موی پرویو. 1000 پارا مشتگیم کاری را ما ادامه میتیم. والله بالله تعالی جواب میگه. والله بالله تعالی جواب میگن در خونی. الله اکبر! الله اکبر! الله اکبر! الله اکبر! لا اله الا الله. محمد رسول الله. به نام الله قسم من حتی در گور آرام نمیگیرم اگر که تا این رژیم برکنار نشود. مقصد ما را چی میگن؟ ما را میگن که این خیل گپ نزنین، اسلامیستان نگن، هر چی میخوایم گفتن بگیره. او وطن ما انشالله ما چخیل بخوایم اسلامی ما میفره اسلامیش میکنم. چخیلی که ما میخوایم انشالله برازگی الله انم خیلیش میکنیم. کاری شما بر ما نباشه. این به همه دخل داره. چی بعد ابر قدرت پس قدرت میانه هر کسی باشه نباشه. این وطن ما خیلی میخوایم آنم خیلیش میکنیم. اسلامیش میخوایم. اسلامیش میکنیم. برادرای زندانی را فراموش نکنید. انتقام و قصاص مون نمیگیره. اگر امروز ما را برای سوت میکنن، بوم میکنن، من در اینترپل هستم، همه بفهمید من در اینترپل هستم. برادرای من در اینترپل هستن. ما را سود میکنن، دپارتاسیون میکنن، گور میکنن، نکی این مبارزه ما تمام نمیشود. 1000 تا برآمده ایده برادر را پیش میبره. این برادر ما را نیتش اسلام بود، آزادی دین بود، آزادی ملت بود، آزادی مردم تاجیکستان بود. نوابسته از ملتش. روسیه، تاجیک، قرغیز، ازبک فرق نداره. ما همه برادره. همه ما برادره. همه ما مسلمانه. تکبیر!